امروز می‌خوایم چند نکته از جدیدترین چیزهایی رو که راجع به ویروس HPV میدونیم رو با هم دیگه صحبت بکنیم. خوشحال میشم که اگه ویدیوم براتون مفید بود من رو لایک بکنید. یک، مصرف الکل یا زدن الکل هیچ تأثیری توی ریشه‌کنی بیماری نداره. تنها روشی که باعث پاک شدن ویروس میشه در واقع شستشوی دست یا حالا بدن با آب و صابون هستش که کمک میکنه به پاک شدن اون محیط. ویروس HPV از طریق حوله، از طریق آب استخر یا از طریق توالت فرنگی منتقل نمیشه. تنها چیزی که هستش ممکنه که زنده بمونه ولی توی استخر یا توی حوله نمدار بمونه تا چند روز، حتی انواع پرخطرش، ولی قابلیت انتقال و سرایت رو نداره. نکته بعدی این هستش که با استفاده از واکسن در آقایون و خانم ها تا حدود 90% از 7 گونه خطرناکی که باعث سرطان ها میشه ویروس HPV میشه جلوگیری بکنیم با زدن واکسن که 3 دوز هم هستش این واکسن، یعنی همون واکسن گارداسی. و نکته بعدی این هستش که کاندوم به طور کامل محافظت از زیگیل تناسلی در برابر HPV و زیگیل تناسلی نمیکنه، چون نقاطی از بدن که ممکنه تماس پوستی داشته باشه هم ممکن هستش که ویروس رو منتقل بکنه. خوشحال میشم که اگه ویدیوم براتون مفید بود من رو لایک بکنید.